سه نکته طلایی برای الگوسازی شلوار که هر خیاط حرفه‌ای باید بدونه. اولین نکته خط اتو بچه‌ها. خط اتو باید اندازه باسن رو چه توی پشت چه توی پیش تقسیم بر 2 کنیم و خط اتو رو به دست بیاریم. برعکس خیلی از خیاطا که میان اندازه درز فاق رو تا درز بغل رو تقسیم بر 2 میکنن. این یکی از بزرگترین چالش‌های هر خیاطه. پس خط اتو فقط اندازه باسن تقسیم بر 2 میشه. نکته بعدی گودی کمر هستش. بچه‌ها اگر اندازه باسن پشت رو ما میایم بالا، تو قسمت ابتدای کادرمون ما 2 سانتی متر باید بیایم داخل که گودی کمر و حالت باسن شیکی رو داشته باشیم. و تو قسمت خود کمر بچه‌ها، کمر وقتی تقسیم بر 2 میکنیم 7 میلی میایم داخل و به دوور کادر کمرمون وصلش میکنیم که تو قسمت پشت کار این قسمت لقی نداشته باشه. نکته بعدی بلندی فاق پشت هستش. فاق پشت بچه‌ها هم به خاطری که حجاب درستی داشته باشه تو قسمت پشت و هم درز توی پا قسمت پشت و پیشمون یکی باشه و دوختمون خورد نخوره که بخواد پاچه بپیچه، باید 1.5 سانت از این قسمت بیایم پایین و تقریبا 3 الی 4 سانتی متر هم از قسمت ابتدای کادر پشت به سمت بالا بریم. پس این نکته ها رو اگر ما رعایت کنیم یک الگوی شلوار خیلی شیک داریم. بالاتن هم به همین صورت نکته های طلایی داره که اگر یاد داشته باشی تنخور بسیار شیکی رو بهت میده. اگر دوست داری آموزشش رو برات بذارم فقط کلمه بالاتنه رو برای من کامنت کن. راستی این آموزش هم واسه دوستات بفرست که بتونن اونها هم الگوی خوبی داشته باشه.